دندانپزشکی در ترکیه. دندانپزشکی در ترکیه کلاً 5 ساله است و بدون نیاز به آزمون ورودی شما میتونید در دانشگاه‌های خصوصی پذیرش بگیرید. رشته دندانپزشکی در دانشگاه‌های ترکیه به 2 زبان ترکی و انگلیسی ارائه میشه و بستگی داره که در کدوم دانشگاه شما پذیرش گرفته باشید، چون که بعضی از این دانشگاه‌ها فقط به زبان انگلیسی ارائه میشه و در برخی دیگر از دانشگاه‌های خصوصی فقط به زبان ترکی ارائه میشه. خب بریم با هم ببینیم چه دانشگاه‌هایی رشته دندانپزشکی رو ارائه میکنند و شهریه‌ها یا حتی به چه زبانی ارائه میشه. خب اول دانشگاه مدیپول هست. دانشگاه مدیپول به 2 زبان ترکی و انگلیسی ارائه میشه رشته دندانپزشکی و شهریه به نسبت بالایی داره، تقریباً $28,000 در سال. و دانشگاه آیدین که دندانپزشکی به 2 زبان ترکی و انگلیسی باز ارائه میشه و شهریه نسبت پایینی داره و مورد تایید ایران هم هست که شهریه‌اش سالیانه $20,000 در سال. دانشگاه باهچه‌شهیر که فقط به زبان انگلیسی ارائه میشه و شهریه‌اش حدوداً $22,000 در سال و شرط معدل داره که فقط معدل‌های بالای 19 رو پذیرش میکنه. و دانشگاه یدیتپه است که شهریه حدوداً $69,000 در سال داره. خب بچه‌ها، این لیست دانشگاه‌هایی که مورد تایید ایران بودند و بررسی کردیم با هم. ولی خب دانشگاه‌های متفاوت زیادی هستند که رشته دندانپزشکی در ترکیه و حتی در شهر استانبول ارائه می‌کنند و شهریه به نسبت پایین‌تری هم دارند، اما خب مورد تایید ایران دیگه نیستن و اینم باید در نظر داشته باشیم که معمولاً مینیموم شهریه برای دانشگاه‌های خصوصی از $12,500 در سال شروع میشه، مثل دانشگاه ینیوزیل مثلا. خب بچه‌ها، بریم از روی لیست باز هم بررسی کنیم لیست دانشگاه‌ها و شهریه‌هاشون در رشته دندانپزشکی. خب بچه‌ها، همونطور که میتونین ببینین اینجا لیست شهریه‌ها و دانشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت ایران رو داریم. دانشگاه اول دانشگاه یدیتپه است که رشته دندانپزشکی فقط به زبان انگلیسی ارائه میشه و شهریه سالیانه $69,000 در ساله. و دانشگاه استانبول مدیپول به 2 زبان ترکی و انگلیسی ارائه میشه که به زبان ترکی $27,000 در سال و به زبان انگلیسی $28,800 در سال شهریه باید پرداخت کنید. و دانشگاه آیدین. دانشگاه آیدین به 2 زبان ترکی و انگلیسی ارائه میشه و برای هر 2 زبان ترکی و انگلیسی شهریه سالیانه $20,000. و دانشگاه باهچه‌شهیر که شرط معدل داره برای رشته دندانپزشکی و فقط معدل‌های بالای 19 پذیرش میکنه و شهریه سالیانه $22,000 در سال. بچه‌ها، تمام اطلاعات شهریه رو در کپشن همین پست میذارم، میتونین از اونجا هم باز چک کنید و اگه سوالی چیزی بود در مورد رشته دندانپزشکی میتونین باز برام کامنت بذارید و این پست هم لایک کنید و سابسکرایب هم یادتون نره.